داره، قدر مقبول ساختمان ها داره که آدم کیف میکنه. و این محله دوستان عزیز، همین سرک هتل پروان یکی از محله های مشهور و محبوب شهر کابل است، به این دلیل که جنجال اینجا دوستان عزیز کم است، یعنی بیربار نداره و قدر بازار نزدیک است. لیسه مریم کار هنوز باز نکرده و هم تازه یک کار کرده میره. این فضا یک از ببینین چقدر خوبش از دوستان عزیز. فضا رو ببینین چقدر یک فضای عالی و عاری از آلودگی، سبز و اما تا منظم. گلا رو ببینین دوستان عزیز، آدم فکر میکنه در کدام باغ داخل میشه، یک قدر اجازه باست. ببینین خوش آدم میای واقعا. گلای از این طرف ببینین، این سرک هم دوستان از این طرف، این سرک های کلان. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون به خوبی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، به یک منطقه محبوب شهر کابل آمدیم امروز. فعلا دیگه در راه هستیم دوستان عزیز، از طرف قلعه نجارا در سرک هتل پروان هستیم و به طرف گولایی سینما در حال حرکت هستیم، میریم به طرف گولایی سینما. دوستان عزیز، این منطقه قدر خانه‌های زیبا داره، قدر مقبول ساختمان ها داره که آدم کیف میکنه. و این محله دوستان عزیز، همین سرک هتل پروان یکی از محله های مشهور و محبوب شهر کابل است، به این دلیل که جنجال اینجا دوستان عزیز کم است، یعنی بیربار نداره و قدر بازار نزدیک است. لیسه مریم، سرای شمالی، هتل پروان نزدیک است و گفتم از جمله چیزای محبوب، از جمله مناطق محبوب شهر کابل است. این طرف خانه ها دوستان عزیز کلا این تو میبینین بند است، منظور از این که اینجا کلش مربوط اولیشان میشه دیگه. خانه های بسیار زیبا و بسیار مقبوله اون طرف وجود دارن و جور شده. باش نزدیک ببینم تا نزدیکتر ببینین. ببینین دوستان عزیز ساختمان داره چقدر زیباست و چقدر مقبول است. دوستان عزیز منتظر ویدیوی هتل پروان همچنان باشین، انشالله به زودی در کانال منتشر میشه. این طرف هم دوستان عزیز تالار عروسی شب وصال هست که اون طرفش هم برگ فوتسال هست. میدیم هم تو پیج دوستان عزیز با شریخ واوا میرسیم. شریخ واوا را دیگه فکر نکنم کسی در کابل باشه، خصوصا در خیرخانه و نامش نشنیده باشه. اینجا دوستان عزیز یک مجسمه شیر است، این بسیار زیبا و مقبول کار شده آوردین شیشه. ببینین باسکت از دیگه شبانه که عروسی می باشه دیگه میای نکس میگیرن و سرش سوار میشن. دیگه یک تفریح کوچولو به اطفال هم هست، من جمله ازی که فضا را خوبی ساخته ولی است. طرف هم دوستان عزیز شریخ چهارکار هنوز باز نکرده و هم تازه یک کار کرده میره. این فضا یک از ببینین چقدر خوبش از دوستان عزیز. فضا رو ببینین چقدر یک فضای عالی و عاری از آلودگی، سبز و اما تا منظم. گلا رو ببینین دوستان عزیز، آدم فکر میکنه در کدام باغ داخل میشه، یک قدر اجازه باست. ببینین خوش آدم میای واقعا. گلای از این طرف ببینین، این سرک هم دوستان از این طرف، این سرک های کلان طرف لیسه مریم میرن، اما باز مردم زیادتر از سرک گلای سینما و گلای پارک استفاده میکنن. برای می فضا ها بسیار خوش آمدی. گلکایش ببینین دوستان عزیز داری بخش. واقعا دوستان عزیز یک فضا که بسیار خوبش و بسیار عالی ره ایجاد کردن و بسیار مقبول معلوم میشه. این طرف هم دوستان عزیز ماهیپزی شمس شینواری هم از دیگه ماهیپزی هم است، هر دویش است. و این طرف هم قالینشویی دوستان عزیز و فرشویی و این خانه ها هم دوستان عزیز خانه های بسیار زیبا و مقبول داری بخش. این طرف هم دوستان عزیز کم از این طرف نیست. ببینید چقدر زیبا و مقبول است این طرف. البته پشت درخت ها خانه ها پنهان شده، شاید درست قدر معلوم نشه، اما از این طرف کرده ساختمان های طرفتر
مقبول است و زیبا. ببینین خب دوستان عزیز، میام تو پیش میریم. خانه ها کلش این تو حصار وارست. فکر میکنی کدام دفتر بسیار مخصوص از سازمان ملل است یا که دیگه است. خب سابقی که دوستان از دیپلمات ها بودن، اعضای پارلمان بودن و این خانه ها زیادترش از امون است که همه تو جور کردن و ماندن. ببینید چقدر زیبا خانه ها و ساختمان ها آباد شده. ببینید این ساختمان رو بریم حتما کدام مکتب یا دیگه از این طرف هم دوستان عزیز پانتون طبی اساس هست که البته یا تماما مؤسسه بودن دوستان عزیز، امسال یا پهنتون شدن. این طرف هم درخت ها زیاد روبروی ما رو گرفته، اگر نه معلوم میشن. دوستان عزیز پهنتون طبی اساسون شاگرداشم آمده میرن یا بعضایش رخصت میشه دیگه. این طرف هم دوستان عزیز لیسه خصوصی اقره 1 مدرسه عالی نصیحه اقره 1 افغانستان همچنان هست دیگه. هم مکتب از دوستان عزیز هم مدرسه. گلک هایشو ببینید دوستان عزیز که یک کاشت چقدر زیبا و مقبول است. گلک ها رو ببینید چقدر عالی و زیبا هست. ببینید گلای جریبند هستن، تماما جریبند های رنگه بسیار مقبول و زیبا. دوباره بریم در پدره و دوستان عزیز میگم دیگه کلش فکر نکنم مکتب است، بخاطر که زیادتر شیچی هم بود، موتورهای شخصی هم بود دیگه. شاید زیادترش خانه های مسکونی همچنان باشند. دوستان عزیز منتظر ویدیو هتل پروان همچنان باشین. مثل همیشه از این طرف هتل پروان نمیریم، از هتل پروان میریم طرف سرک میدان هوایی و طرف براتون نشان میتونم که آشپزخانه ها بسیار زیبا و آشپزخانه های بزرگ است و بسیار چیزا دیگه. منتظر از ویدیو حتما باشین انشالله که نشر خواهد شد. این خانه ها رو ببینید دوستان عزیز چقدر زیبا و مقبول، بلند و همونطور خوب شیک ساخته شده. این طرف هم دیوالایش ببینید دوستان عزیز آهن از کلش، آهن از بالایش هم سیم خاردار، دیوار سمنتی نیست. ببینین کلن آهنی است. پشت سرش یک چی دیگه هم گرفته شده، یک آهن دیگه هم است یا شاید دیوال باشه روش آهن است دیگه زیادتر. درخت چقدر درخت زیبا بود دوستان عزیز. ببینید یعنی خانه یکم بسیار مقبول و زیبا. دروازه‌اش ببینید چقدر زیبا سادم خوشش میاد این خانه ها دوستان عزیز و خوشحال میباشه که خانه داشته باشه. این هم دوستان عزیز یک گولایی سینمای شهر کابل است. این در تصویر میبینید. اینجا دوستان عزیز لیسه خصوصی اساس است، سوژه طب اساس بود، اینجا لیسهش است دیگه. این هم دوستان عزیز گولایی سینماست که از اینجا دور میخورن موتورا دیگه. امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همایتان به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همایتان.